سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق و کاربردی بندازیم به دنیای چرم طبیعی تو کیف و کفش. بر اساس منابعی که شما لطف کردین و در اختیارمون گذاشتید، میریم سراغ ترندهای داغ 2024 و 2025. از خود جنس چرم گرفته تا ظاهر نهایی، رنگ، بافت، حتی فناوری‌های جدید، مخصوصاً خب نوآوری‌های ایتالیایی. هدف اینه که شما سریع و کامل دستتون بیاد که چه خبره. خب بیایید این بحث جالب رو شروع کنیم. اول ببینیم اصلا چه مدل چرم‌هایی الان بیشتر تو محصولات با کیفیت می‌بینیم. منابع شما به چند تای اصلی اشاره می‌کنن. چرم گاوی هست که خب خیلی محکم، بادام، عالیه برای کفش رسمی یا بوت. درسته. بعد چرم بزی که خب سبک‌تره، انعطاف پذیرتره، جون میده برای کفش راحتی. آره خیلی لطیف‌تره. و چرم گوسفندی یا بره هم هست که فوق‌العاده نرم و لطیفه، معمولاً تو چیزای لوکس مثل کیف‌های شانل هست، هرچند میگن نازکتر و زودتر ممکنه خط بیفته. دقیقاً، حساس‌تره یکم. و البته اون چرم‌های خاص مثل کروکودیل و مار که گرون و لوکسن، ولی جالبه که الان طرح برجسته‌شون رو روی چرم گاوی هم زیاد میزنن. آره، این یه ترند مهمه. ببینید انتخاب نوع چرم خیلی به کاربرد بستگی داره. اما چیزی که واقعاً ظاهر و حس چرم رو عوض میکنه، اون پرداخت نهایی یا همون فینیشه. اینجا کلی نوآوری داریم. مثلا نوبوک و جیر. آها، اون حالت مخملیا؟ دقیقاً، هر دو حس مخملی دارن. نوبوک کمی مقاومتره، اما جیر دوباره خیلی مد شده. تو برندهایی مثل توتم و میو میو میبینیمش. یا مثلا چرم پولاب. این با روغن یا واکس خاصی پرداخت شده. وقتی خمش میکنی یا میکشیش، رنگش تو اون قسمت‌ها روشن‌تر میشه و خیلی سریع یه حالت کهنه و دوست داشتنی پیدا میکنه. آره، اون حالت کهنه نما خیلی جذابه. در مورد فینیش‌های دیگه چی؟ مثل ورنی براق، اونم انگار دوباره برگشته؟ بله، ورنی یا همون پیتنت با اون برق آینه‌ای خیلی ترند شده و فقط هم مشکی کلاسیک نه، رنگ‌های شاد و جسورانش هم اومدن. همینطور پرداخت‌های متالیک، مثلا طلایی و نقره‌ای، تو فشن شوها زیاد دیدیم، از سایمون راشا گرفته تا بلو مارین. اینا واقعا محصول رو چشمگیر میکنن. جالبه. و به نظر میرسه خیلی از این تکنیک‌های باحال ریشه‌شون تو ایتالیاست. مثلا بافت سافیانو که پرادا معروفش کرد. اون طرح زبدری ریزش فقط شیک نیست، نه؟ نه اصلاً، خیلی هم چرم رو در برابر خراش مقاوم میکنه. درسته. یا تکنیک ایجاد طرح پوست حیوانات مثل کروکودیل روی چرم گاوی با پرس داغ. آها، که دیگه نیازی به پوست واقعی اون حیوان نباشه. دقیقاً. اینجوری میشه ظاهر لوکس رو داشت با هزینه کمتر و خب ملاحظات اخلاقی کمتر. دباغخونه‌های ایتالیایی مثل کانچریا سامانتا تو این کار واقعاً استادن. پس فناوری هم نقش مهمی داره اینجا. قطعاً. علاوه بر پرس حرارتی برای این طرح‌های برجسته، الان از چاپ دیجیتال هم استفاده میکنن. برای طرح‌های سفارشی خیلی پیچیده روی چرم عالیه. حکاکی لیزری هم هست که هم برای لوگوهای خیلی ظریف خوبه، هم برای ایجاد الگوهای سوراخ‌کاری شده دقیق، یعنی پرفوریشن. مثل اون صندل‌های تاتس که دیدیم. آره دقیقاً. هم قشنگه و هم به تنفس پا کمک میکنه. جالبه که این نوآوری‌های فنی کنار یه حرکت بزرگ دیگه داره اتفاق میفته، پایداری. آها، این خیلی مهمه. چطور صنعت چرم داره پایدارتر میشه؟ یعنی چه کارایی میکنن؟ خب یه تغییر بزرگ حرکت به سمت دباغی بدون کروم هست. میدونین روش‌های سنتی دباغی با کروم میتونن آب رو آلوده کنن. برای همین الان از جایگزین‌های گیاهی مثل عصاره برگ زیتون یا مواد معدنی طبیعی مثل زئولیت استفاده میکنن که خب خیلی سازگارتر با محیط زیستن. جالبه. یه نوآوری دیگه هم هست، مثلا تکنولوژی درایتن از شرکت ایکو. اینا با استفاده هوشمندانه از رطوبت خود پوست، مصرف آب تو فرایند دباغی رو به شدت کم کردن. گاهی تا 20 لیتر برای هر پوست. عجب. پس لوکس بودن میتونه مسئولانه ترم باشه. همینطوره. تلاشا تو این سمته. خب پس هم تکنولوژی پیشرفته داریم، همین دغدغه‌های محیط زیستی. حالا از نظر استایل و رنگ چی؟ به نظر میاد دو تا جریان اصلی داریم، درسته؟ دقیقاً. از یه طرف رنگای خیلی پر انرژی و جسورانه مد شدن.
قرمز رنگ شاخص 2024 بود. تو کارهای گوچی و هرمس زیاد دیدیم. برای 2025 هم آبی، کوبالت و سبز زمردی خیلی مطرحن. خیلی رنگای زنده‌ای هستن. آره، اما دقیقاً تو نقطه مقابل ترند لاکچری بی صدا یا کایت لاکچری خیلی قدرت گرفته. اینجا تمرکز روی کیفیت فوق‌العاده چرمه، طراحی مینیمال و رنگای خنثی مثل کرم، خاکی، توسی بدون لوگوهای بزرگ. یعنی تجمل بدون هایاهو. دقیقاً. برندهای مثل درو یا بوتگا ونتا نماد این سبکن. بیشتر روی خود محصول و ساختش تاکید دارن تا برندینگ ظاهری. این تضاد جالبه واقعاً. و بافت چرم چطور این سبکا رو تکمیل میکنه؟ بافت هم نقش مهمی داره. مثلا بافت بافته یا ووون، به خصوص اون تکنیک اینتریچیاتو که بوتگا ونتا باهاش شناخته میشه، همچنان خیلی محبوبه. با هر دو سبک هم میتونه هماهنگ بشه. درسته. همینطور طرحهای لوزی و اون حالت پفدار یا کویلتد، پدد. از کیفای کلاسیک شنل بگیر تا مدل‌های مدرن‌تر و حجیم‌تر بوتگا ونتا با اون حس نرم و راحتشون. این بافتا به محصول عمق میدن، یه جذابیت لمسی دارن. پس دنیای چرم الان یه ترکیب جالب از سنت، نوآوری‌های فنی و ظاهری و خب یه تلاش برای مسئولانه تر بودن. این برای شما به عنوان کسی که دنبال محصول چرمی خوب هستید چی معنی میده؟ ببینید، معنیش اینه که گزینه‌های شما از همیشه متنوع‌تر شده. میتونید یه قطعه کلاسیک رو با دوام پیدا کنید که سالها براتون بمونه. میتونید برید سراغ یه آیتم خیلی خاص و چشمگیر با رنگای تند یا پرداخت متالیک، یا شاید دنبال یه محصول لوکس اما ساده و بی‌ادعا باشید که میدونید با تکنیک‌های نوآورانه و با فکر محیط زیست تولید شده. انتخاب با شماست که کدوم جنبه براتون مهمتره: دوام، استایل خاص یا پایداری. بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم از نکات کلیدی این منابع: تنوع تو انواع چرم پایه، فینیش‌های نوآورانه مثل پولاب با اون حس وینتیج، ورنی براق، سافیانوی مقاوم و طرح‌های برجسته. بعد اون دوگانگی بین رنگ‌های جیغ و سبک مینیمال لاکچری بی صدا. درسته. محبوبیت بافت‌های مثل بافته و پفدار و یه تمرکز جدی روی پایداری با روش‌های دباغی بدون کروم و کم مصرف آب. دقیقاً. و شاید یه سوال برای فکر کردنم بمونه. با این سرعت فناوری و ظهور جایگزین‌های گیاهی، چرم‌هایی که از قارچ یا کاکتوس ساخته میشن و حتی برندهای بزرگم دارن روشون سرمایه‌گذاری میکنن، به نظرتون تعریف ما از چرم لوکس تو 5 سال آینده چطور ممکنه تغییر کنه؟ آیا همچنان فقط به پوست حیوانات محدود میمونه؟ سوال خیلی خوبیه. ممنون که در این بررسی دقیق و کاربردی با ما همراه بود.